با عرض سلام و خسته نباشید هموطنان عزیز. موضوعی که الان در رابطه با او صحبت میکنیم و بسیار در این روزها بسیار مهم هم است و علاوه از اینکه یک مناسک یا مراسم دینی و واجب و فریضه در امت اسلامی است و از 1400 سال به این سو ادامه داره پا بر جای، ولی اعتراضات و سوال‌های در رابطه هست که بیشتر از طرف معاندین و کسانی که میخواهند که یک انتقاد، یک سوراخ، یک چیزی به دین اسلام پیدا بکنن به زعم خودشان یا مقلدانه، خصوصا در جامعه افغانی ما بیشتر این سوال‌ها مقلدانه است، این اعتراضات که گویا اسلام تحت سوال ببرن، از احکامش و از شرایع و ارزش‌های اسلامی را تحت سوال ببرن که قربانی چیست و رحم به حیوانات نیست و حیوانات بیچاره چی شد چی نشد و بسیار هم تو شکل آنها سرسریش خواستم در این مورد با شما یک چند دقیقه هم صحبت باشم. ما به خاطر که موضوع پراکنده نشه و از حافظه خود یا اشتباهات صورت نگیره، اینجا برای دکتر خالد حنفی در جزیره یک مقاله بسیار خوب نوشته کرده درباره قربانی یا اضحیه و احکام فقهیش، مقاصد شرعیش و حکمتی از او که حکمت از قربانی چی هست اینجا داشته کرده. بعضی سخنها هم به خاطر روشن شدن نمی ذهن دوستایی که سوالا در ذهنشان هست اینجا همراه شما شریک میسازم. خوب از تعریف و بیان جزئیات احکام قربانی تیر میشه که وقت زیاد میگیرم و شما در کتب اسلامی، در فقه اسلامی و در سایت هایی که در این باره مخصوص همی چه هستن در چنل ها میبینین و اکثرا جامعه اسلامی را میدونن، ضرورت زیاد نیست، ولی من سری موضوعات اصلی میبینم. خب اضحیه یا مراد از همون قربانی است که یک انسان باید به دست خودش، یعنی توسط خودش او را در راه خداوند جل جلاله در عید قربان که همه ساله 2 ماه و 10 روز بعد از عید فطر و از عید رمضان میاد، ما به نام عید اضحی میکنیم و در دوم ذوالحجه که روز عید قربان است، در این روز که قربانی صورت بگیره اهمیره میگن و اجماع امت اسلامی در همین است که قربانی یکی از مشروعات اسلامی است و باید صورت بگیره. اگر خدای نخواسته کسی از این کار میکنه و ایراد تحت سوال میبره، از ملت اسلامی خارج میشود که با فصل لربک وانحر که خداوند جل جلاله امر میکنه پیامبر صلی الله علیه و که با پروردگارت نماز ادا بکن، یعنی در روز عید قربان، و وانحر و قربانی بکن، یعنی ذبح بکن. و همچنان حدیث بخاری شریف است که پیامبر صلی الله علیه و خودش میگه 2 گوسفندی را که بسیار چاق بودن و شاخدار بودن به دست خود ذبح کرد و در وقت ذبحش بسم الله و الله اکبر این کلمه را گفت. پس به این خاطر کاری که پیامبر صلی الله علیه و کرده کسی از او تحت سوال ببره و او ثابت باشه و همچنان در متن قرآن کریم است، از ملت اسلامی خارج می شود. به این خاطر دوستان ما یا جوانان ما اگر سوالا در این باره داشته باشن بسیار احتیاط بکنن. حکم قربانی در تمام مذاهب اسلامی قربانی سنت است و قربانی باید ادا شود، اما سنت است. اما در مذهب امام حنیفه رحمت الله علیه، مذهب ما و شما که 80% امت اسلامی در مذهب فقهی حنفی است، از نظر امام حنیفه دیگر فقها مثل لیث بن سعد، اوزاعی و ربیعه، همچنان شیخ الاسلام ابن تیمیه، اینها به این نظر هستند که برای کسی که توانایی قربانی را داره قربانی واجب است، یعنی فرض است. چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه همه ساله میگه قربانی میکرد، همی که همه ساله یک کار پیامبر صلی الله علیه و سلم که انجام داده این دلالت بر وجوب از او میکنه. و همچنان در سوره کوثر که فصل لربک وانحر در قرآن کریم یاد شده قربانی به این حساب رای راجح همیست که چی است؟ واجب است. اما جمهور علما، جمهور فقها یا مذاهب این اکثریت به این نظر هستند که قربانی سنت است. خب قصد یا مقصود از قربانی کردن چیست؟
گفتیم که احیا یا زنده گردانیدن اما سنت یا روش و طریقه حضرت ابراهیم علیه السلام است که در امتثال امر خداوند، که امر خداوند براش شد چند بار در خوابش که پسر خدا که وعده کرده بود ذبح بکن، پسر خدا حضرت اسماعیل به قربانگاه برد که هم داستانش مشهور است که میخواست ذبح کنه. خداوند امتحان میکرد حضرت ابراهیم. قصدی خداوند یا این نبود که بچه خدا ذبح کنه، ولی امتحان میکرد که چقدر به خداوند تسلیم است و حضرت ابراهیم از او امتحان کامیاب برآمد. به همین خاطر امتثال عمل یا امری خداوند است که بر ابراهیم علیه السلام امر کرد و ابراهیم علیه السلام عزم خدا ثابت ساخت که کاری که خداوند برای از امر میکنه و انجام میده. این تمثیل امر امروز همه فلسفه کلیش و فضل و ثواب از اون بسیار زیاد آمده که درباره قربانی بعضی احادیثی موضوعی ضعیف هم در ارتباط است، ولی احادیثی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در حدیثی که ترمذی تخریج کرده آمده که ما عمل آدم من عمل یوم النحر احب الی الله من احراق الدم. میگه در یوم النحر که همون روزی عید است، هیچ عملی آدمی و انسان میگه مقربتر به نزد خداوند نیست مگر از اینکه خون بریزانه، یعنی همون یک حیوان ذبح کنه. و روز قیامت میگه ای با شاخه‌هایش، با پشمهایش و با ناخونهایش همگیش به نزد خداوند شفیع میآید و شاهد میآید که این انسان امتثال امری تو را کرد. و یک قطره دم قربانی هنوز که در زمین نریخته، فقط جاری می شود که هنوز در زمین نغلطیده، خداوند همو گناه های انسان در او چی میکنه؟ از نگاه دینی زائل میکنه و میبخشه. گفتم که حکمتی امی اولین حکمت قربانی چیست که ما قربانی باید بکنیم؟ اولین حکمتش امی احیا کردن سنت و روش حضرت ابراهیم علیه السلام است که و فدیناه بذبح عظیم در سوره صافات آیه 107 میاد که خداوند جل جلاله میفرماید که ما با یک ذبیحه قوی الجثه یا کلان برای از او فدیه کردیم که با جای فرزندش او را ذبح کنه. و مسلمان ها وقتی که گوسفند قربانی میکنن یا حیوانات قربانی میکنن، این یک تمثیل یا عملی کردن نباد فداکاری و تضحیه، یعنی فداکاری برای دینشان است و تسلیم شدن به امر خداوندشان است. و این یک حکمت داره. پیشتر در ویدیوی دیگر که در بحثی تعریف علم و جهل ما بیان کردیم که همو فلسفه عرفان همیست که خداوند خدا بشناسی و در امر خداوند تو باید تسلیم باشی، که امام ترمذی هم در کتاب خودش حکمت‌های از چی کرده. و از جمله حکمت‌های قربانی همی ارتباط دادن یا اتصال عامه مردم در روز عید با حجاج بیت الله الحرام هستند که اونا تواناییش داشتن به حج رفتن و امتصال یک وحدت امت اسلامی است که امت اسلامی در این روز همگیش در هر سال نقاط جهان که هستند یک عمل تمثیل میکنن. علاوه از این حکمت‌های اجتماعی هم داره که در اکثر کشورهای فقیر، خب خیر حالی اکثری ما دوستا که در اروپا جا زندگی میکنن که شاید کمتر درک بکنن، در کشورهای فقیر بسیار زیاد از خانواده هایی هستند که در هیچ خانواده در هیچ قریه و دهات و قصبه ای نیست که 10 15 20 یا زیاد یا چند فیصدی مردم باشه که هیچ وقت از گوشت تغذیه نمیکنن و فراوانی نیست، اونا لذت گوشت نمیبینن. و این خاطر یک روزی هست که در این قربانی صورت میگیره و گوشت های حلال توزیع میشود و همگی همو غریزه محبی تغذیه خدا اونجا پوره میکنن و به این دست میآمد. دیگه از حکمت های قربانی یک توزیع ثروت است. توزیع ثروت شما ببینین مثلا در غرب یا در کشورهای غیر اسلامی یک نفر میلیاردها یا صدها میلیارد دلار داره، سعیست که او در بخشایی از کمک خاصی مثلا در یک جایی میکنه، در یک مؤسسه، در یک جا، در یک محیط خاصی کنه، ولی نمیتونه که همین ثروت خود یک توزیع عادلانه در تمام مردم بکنه.
مثلا یک آدم 100 میلیارد داره، چند صد میلیارد دلار داره، نمیتونه که توزیع ثروت از این به تمام فردی مثلا انسان ها برسه. وقتی که اسلام ایره فرض گردانده برای همه امت اسلامی، امروز 1 میلیارد، بیشتر از 1 میلیارد مسلمان که در دنیا که یعنی 70% از این قربانی بکنه، به ایمان است که یک توزیع ثروت میره، همین جمع ثروت و مالی که در یک جا به دست یک کس جمع شده یا مالدارهایی که مالشون ضرورت دارن به فروش برسانن، این پیسه در تداول میافته، این پول در تداول میافته، همین پولی که تو قربانی رو میخری مالی از او به ذبح میره و گوشت از این مصرف میشوه. گوشت های قربانی هیچ وقت بیجا و عاطل و باطل مصرف نمیشوه، مثل دیگه ادیان واره که در هندویزم است یا مثل بعضی بازی های المپیکی که مثلا از سابق در غرب اروپا اینجا باقی ماند، مثل گاوبازی و از اینها، این ذبح حیوان بسیار به طریقه با مروتش می باشه و گوشت از این توزیع میشه و تغذیه میشه. ما این را به قاطعیت گفته میتونم که هیچ وقت گوشت قربانی هدر نمیره و به جای نمیره و در توزیع ثروت در میان امت اسلامی و حتی انسان ها این بسیار نقش اساسی را بازی میکنه. و دیگه همین است که وقتی که انسان آماده میشه که بخشی از مالش قربان میکنه و اگر توانی نداشته باشه انسان چندین قربانی میکنه و فقرا میته، این معنای همدردی است. معنای از که علاوه از که تو امتثال امر خداوند کرده، تو همدردی کرده و دیگران احساس کرده. ما بسیار از مسلمان های خوب در اروپا میشناسم، در خود دانمارک من اینجا میشناسم که سالانه ده ها قربانی به وطن خود روان میکنن، به غریبا، به فقیرها، به مساجد، به شفاخانه ها این گوشت قربانی میشه و توزیع میشه. این خودش یک بیان همدردی است و یک احساس زنده است نسبت به دیگر انسان ها. محض کشتن حیوان و تباه کردن حیوان نیست. او دوستایی که خصوصا افکار سکولاریستی دارن یا افکار آزاد دارن یا معلوماتشان به این مسائل کم است یا اصلا نمیخوان که این مسائل بفهمن، همیشه انتقاد میکنن که وا به جان گوسفندی بیچاره که قربانی شد و منتظر مرگ است. اینها در روز عید قربان باز مترحم و رحمدل میشوند برای حیوانات، در حالی که همین آقایون روزانه یا هفتوار انواع کباب، چندین نوع کباب تجربه میکنن، در پهلوی مشروبات خود کباب میخورن و این وقتی احساس برشان دست نمیته و خوب خود اشتباه میکنن که این از گوشت حیوان است و این ذبح شده. اما در مسئله قربانی که ما یک بلوا را برا می اندازن که یک ظلم است و یک حجاف است یا یک حقوق حیوانات زیر پا کردن است. این انسان ها معمولا انسان های معاند می باشند، علمی بحث نمیکنن، علمی فکر نمیکنن. وقتی که اینا قسم فکر بکنن باید بشر هیچ وقت هیچ حیوانی را ذبح نکنه. ما یکی از صدر اعظمای هندوستان راجیو گاندی بود، اگر اشتباه نکنم راجیو گاندی بود، یک سخنرانی شنیدیم، خیلی جوان بودیم، گفت که یکی از فضیلت مسلمان ها در هندوستان برای ما همین کافی است که اگر مسلمان ها هندوستان را فتح نمیکردن و مسلمان ها در هند حاکمیت نمیکردن، امروز در کل سرزمین هندوستان جایی برای زندگی انسان ها از حیوانات مقدس وجود نداشت. یعنی شادی، گاو، اسب و دیگه حیواناتی که در نزد مذاهب از اونها مقدس است، هیچ کس اونها رو نمیکشت و کل سرزمین حیوانات میگرفت. همین لازمه که شما در هندوستان برین، اونجا بعضی حیوانات قدر قداست داره که راه ها را بند میکنن، مزاحمت ایجاد میکنن و آزاد زندگی میکنن، هر ضرری که به انسان ها میرسونه و انسان ها باز یک سجده دیگه بر از او میکنن. علاوه بر اینکه این مخالف فطرت است، مخالف عقل و همون معرفت انسانی است، به این خاطر همین ذبح کردن حیوانات یا کشتن حیوانات علاوه از فواید مادی، توزیع ثروت و همدردی و همدلی و چیزایی که ما گفتیم، این یک نوع همون گشایش زمین هم است برای آمدن نسل‌های بعدی و برای از اینکه انسان زیاد میشه و در زمین باید جای برای انسان ها باشه. به این خاطر در حکمتی که در قربان است، بسیاری از دانشمندان غربی این حکمت ذکر کردن و تقدیر کردن. ما فقط یک مثال از جمله صدها مثال، یک مثال هم براتون درجه میگم. علی بالسین که یک 25 سال در عضو برجسته کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی بود و در پارلمان بود. بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی در سال 1992 یا 1991 سقوط کرد، او جزء یک کلیسا بود، یک جلسه مجمع کلیسایی بود، کلیسای ارتدوکس. باز او 15 سال دیگه اونجا کار کرد. او در اثر دیدن مراسم حج، فلسفه قربانی و مراسم فلسفه حج، علی بالسین یک مسلمان شد و ایمان آورد
و بعد از مطالعه زیاد درباره قربانی و حج ایمان آورد. امروز نمیفهمم که زنده است یا نیست، ولی تا 10 سال پیش از بزرگترین دعوتگران اسلام بود و ده ها هزار نفر در روسیه به اسلام دعوت کرده بود. و همچنان یوسف استیت اسقف سابق کالیفرنیا که او مسلمان شد و امروز از دعوتگران بزرگ است. وقتی که شما احکام اسلامی را از جمله حج، قربانی را، اینها را که بدیده معاندانه و دشمنانه نه، بدیده علمی و جامعه شناسی درست مطالعه بکنین، مسلمان میشوین و ارزش‌های اسلامی را میفهمین. ان شاء الله که توانسته باشم که در این موضوع این مسئله را برای شما توضیح داده باشم. بازم شما چه در ما را لایک کنید، سابسکرایب بکنید، مشوره بدین یا موضوعات نو برای ما بدین که در ارتباط ما روشنی بیندازیم. و سلام.